خیلی از من میپرسن ساله میشه با 30 یا 50 میلیون تومان از چین بار آورد کاسبی رو انداخت؟ جواب کوتاهش اینه نه. یعنی اصلا تجاری و منطقی نیست. توی این ویدیو میخوام بدون تبلیغات و اعداد خیالی حقیقت سرمایه واقعی واردات از چین رو بهت بگم. تا انتها با من باش. ببینید، خرید خیلی خرد یا چند دونه جنس بیشتر شبیه خرید شخصی آنلاین تا تجارت. وقتی سرمایه‌ات کم باشه چند تا اتفاق میفته که کلاً سودت رو منفجر میکنه. اول از همه هزینه‌های ثابت گمرک، ترخیص، انبارداری و ثبت سفارش برای یک جعبه با یک کانتینر هیچ فرقی نداره. این هزینه روی تعداد کم قیمت تموم شده جنس شما رو خیلی بالا میبره. دوم از همه فروشنده چینی اصلاً به خاطر سفارش‌های خرد تخفیف نمیده و بالاترین قیمت ممکن رو به تو میفروشه. پس حد نصاب واقعی اصولی چقدره؟ توی تجارت بین الملل مبلغ واردات سودآور و رقابتی حداقل سفارش عمده یا ترجیحاً حداقل یک کانتینر کامل هست. چرا؟ چون وقتی بارت حداقل یک کانتینر کامل باشه، کرایه جنسی که میدی چه ریلی باشه چه دریایی به صرفه ترین حالت ممکنه. قیمت خرید از کارخونه حداقل قیمت بازار. هزینه‌های ترخیص و گمرک روی کالاها پخش میشه و قیمت تموم شده پایین میاد. حالا اگر سرمایه‌ات به یک کانتینر کامل نمیرسه باید چیکار کنی؟ بهترین کار اینه به جای واردات مستقیم پرریز اول اون سرمایه توی بازار داخلی به گردش بندازی یا با چند همکار به صورت شریکی بار تامین کنید تا با حد نصاب یک کانتینر برسید. پول تبلیغاتی که میگم با 5 میلیون وارد کنندشون رو نخورید. به نظر شما حداقل سرمایه برای شروع یک کاسبی واقعی چقدره؟ برام توی کامنت بنویس. اگه میخوای ببینی کالای مد نظرت حداقل چه حجمی نیاز داره تا وارداتش به صرفه بشه، برام کامنت بذار تا راهنمایی کنم. کانال رو هم سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.